اصلا اضافه کردن شکر به آب انگور برای درست کردن شراب با الکل بالاتر کار درستیه یا نه؟ شراب شناسی توی علم شرابسازی و شراب شناسی این کار انجام میشه و یه اسمی هم داره به نام چپتالیزیشن. خب به خاطر اینکه آقای شپتال یا چپتال این روش رو اولین بار استفاده کرده و ایشون گفته که شما میتونید که ساکاروز 99% رو که از چغندر قند میگیرید یا نیشکر میگیرید میتونید به آب انگورتون اضافه کنید و در نهایت الکل شرابتون رو اینجوری ببرید بالا. ولی یه سری محدودیت ها وجود داره. محدودیت هایی که وجود داره به صورت هم قانونیه اینجا، همین که خب به صورت عملیه. بر اساس قانون توی اروپا شما نمیتونید بیشتر از 2% الکل شرابتون رو از شکر اضافه شده بهش بگیرید و توی عمل معمولا شرابسازا بیشتر از 1 تا 1.5% این کار رو انجام نمیدن. چرا؟ به خاطر اینکه این باعث میشه که اون طعم میوه‌ای شراب شما به اصطلاح از بین بره و در نهایت شراب شما یه شراب بالانسی نباشه، شراب متعادلی نباشه. حالا اینکه اصلا آب انگور ما نیاز به اضافه کردن شکر داره و اینکه چه مقداری و چه زمانی باید بهش اضافه کنید. برای این کار یه راه ساده وجود داره. راه سادهش اینه که یه وسیله‌ای رو باید تهیه کنید که بهش میگن هیدرومتر که میتونه از لوازم آزمایشگاهی فروشی ها یا اینکه به صورت آنلاین هم تهیهش کنید. یه عددی به شما نشون میده. اون عددی که به شما نشون میده مثلا عدد 1.1 طبق این جدول که میتونید سیوش کنید این ویدیو رو که بعدا هم داشته باشید، نشون دهنده اینه که میزان شکر یا قند موجود توی آب انگور شما توی 1 لیتر هولوش 250 گرمه. هر 16.83 گرم شکر به شما 1% الکل میده، میتونه به شما هولوش 14.8% الکل بده. این حالت ما اصلا نیازی نداریم که بخوایم شکر اضافه کنیم، ولی توی سری حالت‌های ممکنه که میزان شکر یا قند داخل آب انگور ما کمتر از این حد باشه، کمتر از 250 گرم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه انگور ما از یه جای سردسیری بیاد یا اینکه انگور ما صورت یه مقدار نارس چیده شده باشه. تو این حالت ما میتونیم شکر اضافه کنیم. حالا چه مقدار باید شکر اضافه کنیم؟ برای شراب‌های قرمز میزان هولوش 18 گرم به ازای هر لیتر. برای شراب‌های سفید 17 گرم در هر لیتر برای اضافه کردن 1% الکل. چرا حالا شراب‌های قرمز بیشتره؟ بخاطر اینکه شراب‌های قرمز با پوست و اون هسته و ساقه بعضی وقتا تخمیر اتفاق براشون میفته. خب ما میزان شکر مقدار بیشتری نیاز داریم. حالا اگه میخواد الکلتون رو 2% ببرید بالا یا 1.5% ببرید بالا، این عدد رو 18 یا 17 رو ضرب در 1.5 یا 2 کنید که به شما نشون میده که چه مقداری شکر خالص 99% باید اضافه کنید. حالا باید این مقدار شکر رو کی اضافه کنید؟ بهترین زمان کیه؟ طبق منابع نوشته شده که بهترین زمان توی 1/3 ابتدایی عملیات تخمیره. تو این حالت مخمر شما در به اصطلاح فعالترین حالت خودش قرار داره و تمام این شکر رو میتونه بخوره و تبدیل کنه به الکل. تا بعد سلامتی.